بیشتر یا کمتر که باید سرپرست سفارت ما انجام وظیفه کردیم. ما شاهد تحولات بیشتری در رابطه دو کشور بودیم. حدود 80 سند همکاری بین دو کشور در طی این سال‌هایی که روابط دو کشور تامین شده و امضا رسیده. در عرصه فرهنگی ما انکشافات خوب داریم، در عرصه اقتصادی انکشافات خوب داریم. روابط تجارتی بد نیست، اما تلاش جریان داره که این ما بیشتر بهبود ببخشیم و ما در سال جاری تانستیم که هفتمین کمیسیونی بین الحکومتی تکنیکی اقتصادی اجتماعی فرهنگی دو کشور در سطح وزرا دایر کنیم و در پایان او کمیسیون ما سند تفاهم هم به امضا رساندیم که در اون سند تفاهم مسئولیت ها و عرصه‌های کاری دو کشور، همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، تکنیکی، اقتصادی، تجارتی مشخص شده و انرژتیک ظرفیت‌های بیشتری دارند که روابط تجارتی خود گسترش بدن، تقویت ببخشند در بخش‌های مختلف. ما می‌تونیم تجارت جنس به جنس داشته باشیم، میوه‌های فصلی را در فصلش ما تبادله کنیم که ما با این کار ما می‌تونیم که هم از حاصل شدن میوه تازه جلوگیری کنیم و هم یک تجارت بسیار خوب به نفع باغبان و دهقان داشته باشیم. پرابلم کلان دیگر مسئله ویزا است که سهولت‌ها باید ایجاد شود در ویزا اگر امکانش باشه و همین رقمی که به تعداد از کشورهای دیگر کشور دوستایستان به شکل آنلاین اجرا میکنه که افغانستان شامل پروسه شده در قسمت‌ها صحبت‌ها انجام شده. ما آرزومند هستیم که این پروسه تحقق پیدا کنه تا در رابطه بر رشد تجارت، تقویت تجارت، گسترش روابط هم ویزا خیلی نقش میتونه بازی کنه. وقتی که ویزا سهولت نداشت، ویزا آسان نبود، در اون صورت طبعا که رفت آمده باز به اون شکلی که توقع میره صورت نمیگیره. دمی هفته هیئت تکنیکی جانب افغانستان داشتیم به خاطر قرارداد برق که در اصل از معین وزارت اقتصاد افغانستان آقای رحیمی تشریف آورده بودن و چند تن از همکارای ما از بخش برق افغانستان برشنا از اونا تشریف آورده بودن که با مراجع مربوط با برق تاجیک با اینا اونا ملاقات و مذاکرات خود داشتن. یک چیزی واضح است که یک قسمت برق افغانستان از جانب تاجیکستان سالانه تامین میشه و دوباره با امضای قرارداد و همیشه جانب تاجیکستان گفته که ما حاضر هستیم که برق بیشتر با افتتاحی فازهای دیگه راهون بیشتر شد و همین رقم صادرات برق هم بیشتر صورت. قوای سرحدی دو کشور همکاری خود دارند، رفت آمدهای خود دارند، ملاقات‌های خود دارند و اگر اشاره شما به یگان ناامنیایی که در یگان ولسوالی بعضی صورت میگیره، جنگی منظم نداره دشمن، البته جنگ‌های چریکی دارن که یک نقطه را دستشان رسید یک ناامن میسازن و بس دوباره توسط قوای مسلح افغانستان سرکوب میشن. در مجموع اطمینان میدم که بین قوت‌های سرحدی دو کشور یک هماهنگی بسیار خوب وجود دارد.